خب سلام، حالت چطوره؟ این ویدیو شوخی نیست، یعنی واقعا جدیم و اینجوریه که اصلا اوضاع بیرون اوکی نیست. خیلی دور و برم داره این اتفاق میفته که دوستامون مثلا وسایلشون میان ازشون، مثلا تو خیابون دزدی میشه ازشون و ماشینشون رو میدزدن و یه چیزی از تو ماشینشون میدزدن، کلا اصلا دزدی دیگه. خودت میبینی اوضاعش اصلا جالب نیست و یه چیزی هم که میدوزن و دستت میرم که دیگه گیرت نمیاد دیگه، معلوم نیست چی میشه، غیب میشه رفت دیگه، هیچ پیگیری وجود نداره. من تا حالا 3 بار اومدن خفگیری کنن ازم و ازش فرار کردم و نجات پیدا کردم و اومدم واسه تعریف کنم. اولیش مال سن خیلی کمتری از الانه. اون تایمی بود که هنوز مدرسه میرفتم و داشتم از باشگاه برمیگشتم خونه. یه 10 قدم مونده بود که برسم دم خونه و دیدم یه موتوریه، 2 ترک بودن. اومد بغلم و گفتش که گوشی داری؟ من میخوام تلفن بزنم. گفتم که نه شارژ نداره. گفت اشکال نداره، من برات شارژ میخرم، بده من یه زنگ بزنم. گفتم که نه شارژ نداره، گوشیم خاموش شده. بعد دیگه یه قدم مونده بود به در خونه که برسم، دیدم یارو داره موتور پیاده میشه. دوزاریم افتاد که اوکی این الان داره میاد که دیگه بقاپه و اینا. من آیفون خونمون رو زدم و بعد دیدم اینکه پیاده شده بود از موتورش، دیگه سوار موتورش شد رفت. حالا من گوشیم اون موقع چی بود؟ سونی اریکسون. تو سطح و لول گوشی رو نگاه کن. البته برای اون موقع حالا کاری ندارم، چیز بدی نبوده، ولی خب ببین اولین خاطره من مال همچین دورانیه از خفتگیری. دومین خاطرم یکم بزرگتر بودم، شاید مثلا 2 سال بعد از اون بود. داشتم از یه کوچه خیلی خلوت سمت خونه میرفتم و یه 2 تا پسری که ببین به خدا 13-14 سالشون بود اومد صدام کرد. بعد برگشتم دیدم که صدای جلز ولز شکرش رو در آورد و گفتش که گوشی تو بده. بعد گفتم که من گوشیمو نمیدم. بعد گوشیم هم HTC بود اون موقع، یکم لول اپ کرده بودم گوشیه رو. گفتم آره گوشیمو نمیدم. گفتش که بده میزنم با شوکر رو، مثلا حالت بد میشه و اینا. گفتم که ببین من نمیتونم گوشیمو بهت بدم و اینکه برو از کسی بزن که حداقل اوضاع بهتری داشته باشه، من نمیتونم گوشیمو بهت بدم. همینجوری یعنی پررو. خلاصه به حرف گرفتمش که یکم زمان بخرم، یکی از اون کوچه رد بشه، یه دادی بزنم، کمکی بخوام، یه همچین چیزی. و آخر سر یکی از پیاده رو از کنارمون رد شد و اینا و من از اون موقع استفاده کردم. آقایی که داشت رد میشد بهش گفتم که آقا شما این 2 نفر رو میشناسی؟ اینا اومدن از من گوشیمو بگیرن، دارن خفتگیری میکنن. بعد آقایی نگاه کرد گفت نه من اینا رو نمیشناسم. و اینجوری بودم که اوکی من با این حرفی که زدم الان آقای زنگی به پلیس میزنه و اینا الان میترسن و اینا، که همینم شد. حالا اینا رفتن و گوشی هم من نگرفتن و اینا. خب کوچیکم بودن، یعنی شاید اگه سنشون بیشتر بود اصلا براشون مهم نبود و گرفته بود. و رفتم یکم جلوتر، آقا رو دیدم. گفتم آقا شما زنگ زدی به پلیس؟ من اون حرف زدم. گفتش که نه ولی وایسادم از اینجا نگاه کنم و اینا. من اینجوری بودم که دستت درد نکنه که وایسادی نگاه کردی. و خاطره سوم که از دست آقا دوز فرار کردم مربوط میشه به 3 سال پیش که یکم درصد وحشی بازیش بالاتر بود. توی محوطه‌ای بودیم با 2 تا از دوستام. بعد من روی یه نیمکتی که توی اون محوطه بود نشسته بودم و روبروم 2 تا دوستام وایساده بودن. من نشسته بودم و اون 2 تا جلوی من وایساده بودن. بعد یهو دیدم قیافه این 2 تا داره یکم اینجوری مشکوک میزنه و اینا. یهو دیدم که دارن عقب عقبی میرن و یهو شروع کردن به دویدن. بعد من یهو اونجوری گفتم چی پشت سر منه؟ پشت سرم آدم نگاه کنم دیدم که 2 تا موتوری و 4 تا آدم قراره که بریزن رو سرم. بعد چی؟ این اومد و دستشو محکم گذاشت روی شونه من که مثلا من نتونم تکون بخورم و اینا. گفتش که گوشی تو بده. و اینش جالبه که من توی مغزم آنالیز کردم که اوکی تو 4 نفرن، وسیله‌های بدی دستشونه که میتونن به تو آسیب بزنن و باید گوشی تو بدی. یعنی اینجا دیگه مثل اون سری قبلی اینجوری نبودم که بهش بگم نه من گوشیمو نمیدم و نمیتونم. و بعد ولی دستمو گذاشته بودم روی جیبم و دستمو انقدر محکم داشتم روی گوشیم که تو جیبم بود فشار میدادم و نمیتونستم دستمو باز کنم. یعنی دلم میخواست دستمو باز کنم گوشی رو بدم بره و این قصه تموم شه و نجات پیدا کنم، ولی دستم باز نمیشد
و اصلا خیلی احساس عجیبی بود. بعد یارو هم سعی کرد که دستشو بکنه تو جیب من که گوشی رو بکشه بیرون و نتونست. یعنی انقدر محکم داشتم، یعنی گوشی داشت خورد میشد بکنم تو جیب من. گوشی هم آیفون ایکس بود، گوشی یوغوری بود اگه یادت باشه، اگه الانم داری. خلاصه دیدن این بچه که گرفتن شونش رو اینجوری دستش قفل کرده و من واقعا پنیک شده بودم، صدام در نمیومد، اصلا یادم نیست چجوری داشتم نفس میکشیدم توی اون موقعیتی بود که بودم. بعد یکی از اون یاروها که رو موتور بود گفت ولش کن بیا بریم و اینا. بعد اون دوتا دوستای منم که نامردا فرار کرده بودن از دور وایساده بودن، داد میزدن و فحش میدادن و کمک میکردن و اینا، که حالا دستشون درد نکنه چی بگم. یعنی نمیدونم منم شاید تو موقعیت اونو بودم چیکار میکردم. اینم که سومین تجربه‌ام بود، حالا امیدوارم به چهارمی نکشه. و چون یعنی اگه به چهارمی بکشه که الان انقدر وحشتناکه، انقدر درصد آسیب و ترسناکی قضیه انقدر نسبت به قبلا بالا رفته که دوست ندارم واسه هیچ کی پیش بیاد، یا حداقل اگه پیش میاد بعداً با پیگیری قابل حل شدن باشه و بشه چیزی که از دست رفته رو جبران کرد. من همین چند وقت پیش که از دوستامون موتورش که توی پارکینگ خونشون بوده رو اومدن برداشتن بردن، یعنی موتور تو خیابونم نبوده، تو پارکینگ بوده و برداشتن بردن. بعد بهش میگم که خب حالا مثلا با پیگیرینا به کجا رسید و گفتش که هیچی اصلا نیست و غیب شده دیگه. یا یکی دیگه از دوستامون فقط چند دقیقه کیفش توی ماشین بوده، رفته یه کاری کنه بیاد دیده شیشه رو شیکوندن و کیفو برداشتن رفتن. این موضوع هم آدمو عصبی میکنه، هم نگران، و بیشتر به این فکر کنید که اینجور مواقع عکس العملتون چیه، چی کار کنید که این اتفاق پیش نیاد. واقعا آماده باشین برای همچین چیزایی و سعی کنین اطرافیانتون هم اگر به نتیجه‌ای رسیدین که چی کار میشه کرد و چه عکس العملی داشت و چه کارایی باید کرد و نباید کرد، اونا رو هم آگاه کنین که واقعا دور و بر خودمون حداقل این اتفاق کمتر بیفته. این دزدا رو یکم از رو ببریم و خیلی مواظب خودت باش. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشی. خداحافظ.